اکثریت هر چی گفتند آراشون معتبره، ولو به خلاف به ضرر خودشون باشه. شما ولیشون نیستید که بگید که این بر خلاف ضرر شما هست، ما نمیخوام بکنم. شما وکیل اونها هستید، ولی اونها نیستید. بر طبق اون طوری که خود ملت مسیرش هست، شما هم خواهش میکنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنن که این طرح بر خلاف مسیر ملت هست، طرحش نکنن از اول. لازم نیست هر مطلبی لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما اون مسائلی که مربوط به وکالتتون هست و اون مسیری که ملت ما دارد، روی اون مسیر راه را برید، ولو عقیدتون این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحشه. خب باشه، ملت میخواد اینطور بکنه، ایمان شما چیکار داره؟ خلاف صلاحش میخواد. ملت رأی که داده رأی متبع است در همه دنیا، رأی اکثریت، اونم یک همچه اکثریتی، اونم